چیت یا قابلیت‌های جدید بعد آپدیت سیلنس به طور رسمی امروز منتشر شد و از کیفیت فوق‌العاده بالا و گانه درجه روی زمین است. از این بگذریم برسیم به 2 تا نکته خیلی مهم. قابلیت‌های رکورد خودکار به بخش مولتی اضافه شد. از قسمت بیسیک میتونی بیای پایین و این تیک رو آن کنی. میتونی بعد از بازی نگاش کنی یا میتونی بری توی هیستوری آخرین مچی که پلی دادی رو رکوردشو ببینی. اگر هم از بیسیک جدید خوشت نمیاد این فلش رو بزن و بیسیک قدیمی رو برگردون. این هم سریع بگم و بریم سراغ والپرکا. گردونه MG42 متیک 22 فروردین به بازی اضافه میشه و گردونه توندرا متیک 9 فروردین به بازی اضافه میشه. اما مهمترین تغییرات بازی بخش والپرکا که به حالت آبی ری بنفش پی و طلایی داخل بازی است و تو 5 دقیقه اول بازی 2 تا پرک میگیری و تو بقیه بازی 3 تا پرک میتونی استفاده کنی. ترجمه همه پرک ها رو گذاشتم و میتونی از سادگی ازشون استفاده کنی. اگر دنبال محتواهای مفید و آموزشی هستید یه سر به پیجم بزن، بهت قول میدم پشیمون نمیشی. تا آموزش‌های بعدی، فعلا.